بسم الله الرحمن الرحیم. ویژگی‌های شهر اصولی و مفید کم هزینه بودن، پاک و امن بودن، خودکفا و اشتغال بودن آنه. برای اینکه بهتر متوجه بشید من چی میخوام عرض کنم، دو تا نمونه از شهرهای پرهزینه و کم هزینه رو طراحی کردم. این همون شهریه که همیشه داشتیم و داریم، نه شرقش معلومه نه شمالش، نه جنوبش معلومه نه شمالش، نه شرقش معلومه نه غربش. شهر باید این فرمی ساخته بشه که هم فضای کمتری ببره، هم بهره‌وریش بره بالا. شهری که پر عریض و طویله، خدماتش هم سخت میشه. اگر کسی مریض بشه بیمارستان بخوام ببرن، دچار مشکلات میشه. باید از این سر شهر بکوبه بره اون سر شهر. اتومبیل باید حرکت کنه، سرسار را بندازه، بنزین مصرف کنه که یک مریض رو 10 کیلومتر 100 کیلومتر از این سر شهر برداره ببره به شهر دیگه یا توی همون شهر. که همین مسئله اسراف در زمین به وجود آورده، دوری از پدر و مادر به وجود آورده، کثرت خانه به وجود اومده، شلوغی، دوندگی، آلودگی، ناامنی، اتلاف عمر، ناراحتی روحی، ناراحتی روانی، بیماری، پیری زودرس، آلودگی صوتی و هوا، خطر جانی، هزینه سنگین، ترافیک و سوخت بنزین بالا. چون در شهر بیش از 2 میلیون هزینه بر میشه، غذاش تامین کردن سخت میشه، بهداشتش سخت میشه، بیمارستان مجهز میخواد، مدارس از دانشگاه میخواد تا پایینتر، از ابتدایی تا دانشگاه باید در یک شهر وجود داشته باشه، ایجاد شغل بکنه، یعنی حداقل 40% جمعیت بتونه در این شهر زندگی کنه و کار کنه، بدون اینکه از این شهر بره به شهر دیگه و هزینه به جامعه و خودش تعمیر کنه. یکی از مشکلات شهر پرهزینه اینه که وسایل نقلیه تو شهر در آمده شده هستند که خود همین ترافیک به وجود میاره، سوخت بنزین به وجود میاره، خطر جانی به وجود میاره که موجب اتلاف عمر و مرگومیر بالا میشه. شخصی زحمت کشیده پروفسور شده، به این مملکت به خانواده‌اش خدمت بکنه، یه جوان بیکله با ماشین میزنه میکشتش، یه خسارت بزرگی به جامعه و یه ظلم بزرگی به خانواده‌اش میشه. تماما به خاطر اینه که شهرسازی غلطه. اگه شهرسازی به این سبک باشه که از چند جهت در ورودی داشته باشه، عمودی باشه، در ابعاد 1 کیلومتر در 1 کیلومتر قرار بگیره، بشه 100,000 نفر جا بدیم، در 7 طبقه استراحتگاه باشه، 3 طبقهش هم خدماتی از قبیل مدرسه، دانشگاه و تولیدی‌های بی‌ضرر مثل خیاطی، گلدوزی، آرایشگری و غیره و نانوایی و بقیه‌اش خودتون میدونید. 60% جمعیت باید بره به اطراف شهر فعالیت بکنه، اونم در حدود 2 کیلومتر 3 کیلومتری، نه از قزوین بلند شه بره کرمانشاه، از کرمانشاه بلند شه برن همدان. اون خسارت که به جامعه وارد میکنه خیلی ضررش بیشتر از اونیه که اون نفعی که میخواد به جامعه برسونه. این ورودی شهره. البته این الگوی کوچیکی به نظر نمیاد، این الان حداقل 10 متره، از اینجا تا اینجا 5 متره. اگه کسی این محل زندگی میکنه با این کوچه کار داره، احتیاج نیست دور شهر بگرده بیاد بره اینجا، از همینجا یه ذره به دیوار مستقیم میره اونجا، راحت همه چی در دسترسش خواهد بود و این میشه مغروم به صرفه. عمر مردم تلف نمیشه، زجر بی خود به خودشون نمیدن، آلودگی به وجود نمیاد، سوخت بنزین چند برابر نمیشه،
عدم جریان باد و اکسیژن یکی دیگه است. طوری ساخته شده شرقی و غربی و شمالی و جنوبی که باد جریان نداره، اکسیژن در جریان نیست، آلودگی هوا به وجود میاره که خود همون باز همین بیماری ها رو داره. بیماری داره، ناراحتی روحی و اعصاب داره، پیری زودرس داره، خطر جانی داره، هزینه سنگین درمان داره. خب همینا پرهزینه میشه. ولی اگر شهر شمال و جنوب قرار گرفته باشه، از شرق و غرب باد در جریان باشه، پاکی هوا رو به وجود میاره بدون اینکه هزینه بکنیم. عدم وجود باغات در شرق و غرب، در سوره سبا آمده در کنار شهری باغات قرار دادیم، یعنی شرق و غربش باغ بودن، علاوه بر نیازمندی روزمره مردم، غذا و میوه‌جات و غیره، هوای شهر هم پاک میکرده، چون هوا همیشه از شرق یا به غرب میوزه یا از غرب به شرق. خود همین مسئله باعث میشه پاک بکنه هوا رو. الان این فاصله هایی که شما نگاه میکنید، این ماکت خیلی کوچیکه، این 1 کیلومتر در 1 کیلومتر، اینجا حداقل 10 متره، اینجا حداقل 5 متره. شب کسی میخواد بیاد تو شهر دیگه نمیتونه، چون باید از ورودی وارد بشه. مثل شهر ما بیدر پیکر نیست. عدم رعایت اصول شهرسازی، نور به اندازه کافی به شهر نمیتابه. شرقی غربیه، نصف روز نور میتونه بهش بتابه، نصف روز در تاریکی قرار میگیره. همین باعث میشه برق شهر بالا ببره، مصرف برق مملکت بالا ببره. یه خسارت به مملکت، یه خسارت هم به خانواده. گرما و سرماش قابل کنترل نیست. تو شهر وقتی تابستان را میری، آفتاب طوری تو مغزت میزنه تمام بدن درق میریزی. خود همین باعث میشه بیماری جسمی و روحی به وجود بیاره. درچه در این شهر سایه خودش هم از خودش میشه تامین کرد. بزن کنم. یکی از مشکلات دیگه شهر ما اینه که آلودگی صوتی و هوا در داخل شهر بیداد میکنه به علت مشاغل آلوده و پر سر و صدا، مثل مکانیکی، آهنگری، نجاری، تراشکاری، صفکاری، نقاشی، تراشکاری. خود همین باعث میشه بیماری‌های مختلف ایجاد بکنه، ناراحتی‌های گوناگون به وجود بیاره. شهر بی خودی بزرگ کرده، خدمات نمیشه داد. ولی اگر شهر مسکونیش و خدماتیش جدا باشه، صنایع پرسر صدا و آلودم دور از شهر باشه، خود همین باعث میشه مردم آرامش داشته بشن، راحت زندگی بکنن، اعصاب داشته بشن. 8 قابل بهره برداری نبودن ضایعات و زبالات. در این شهرهای بیدر و پیکر نمیشه زباله ها رو، ضایعات رو بازیافت کرد، ولی در این شهر با کوچکترین طراحی میشه 100% ضایعات رو به پول تبدیل کرد و جلو فقر و نکبت و بیماری ها هم گرفت. نوع دوری محل کار با محل زندگیه. بعضی در شهر زندگی میکنن، از این سر شهر میرن جای دیگه 100 کیلومتر میرن بیرون شهر کار انجام بدن، دوباره میخوان برگردن. فکر نمیکنن چه خسارتی به مملکت وارد میشه و در مقابلش چی آورده که خود همین خسارت باره. ولی وقتی که شهر مسکونیش از صنایعش دور باشه، 2 کیلومتری یا 3 کیلومتری کارخانجات باشه یا مناطق کشاورزی باشه، راحت میتونه بره. شبم با اتوبوس دست جمعی میان تو شهر، اونم با اتومبیل که اومدن یا اتوبوس اومدن، اگر در این سمت شهر زندگی میکردن، از اینجا میان با اتوبوس، ایستگاه اینجا پیاده میشه میره تو شهر. اگر در این ور شهر اتوبوس که اومد میره اینجا وارد شهر میشه، نه اینجا بود میاد اینجا وارد شهر میشه دیگه. تو شهر حق ورود اتومبیل نیست. چند قدم 100 متر 50 متر پیاده را میره آدم، هر کسی در مسیر خودش پیاده میشه میره خونش. خود همین مسئله باعث میشه بچه‌هامون تامین جانی داشته باشن،
اتومبیل بهش نزنه، دلهوره نباشه، دلشوره نباشه، هیجانات کاذب و مضر نباشه. خود همین یک امتیاز بزرگیه. نظم و ترتیب وجود نداره، چون بیدر پیکره 12 نصف شب میبینی کسی من تو کوچه داره مینیبوس تعمیر میکنه، یا یه نفر داره آپاراتی انجام میده، یا یه نفر میبینی داره با حلب 7 کیلویی داره فوتبال بازی میکنه. فکر نمیکنه مردم در این ساعت باید استراحت کنن، ولی در این شهر ساعت